aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? من فرض دوستی مدا کده نتونستم. تو یک دختر خوب و مهربان هستی زهرا، اما من یک انسان بد هستم. علی این قسم نگو، تو بسیار یک انسان خوب هستی. کسی که در قلبش محبت باشه هرگز انسان بد بوده نمیتونه. هیچ بدیه در قلب تو جایی نداره، جدی میگم. بسیار خوب، گپ تو درست است، قبول. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. خداحافظ دوست خوبم. خداحافظ. همیشه به تو دعا میکنم که خوب شوی. زنده باشی زهرا. همین که تو خوب باشی ما احساس میکنم که خوب هستم. برو. کجا بودی زهرا؟ همراه علی خداحافظی کردم. درست است. حالا زود شو آماده شو. درست است، بحثم بگیرم میریم. عجله کو دختریم. استادم همراه ایلیف کجاستن؟ همراه اونا کجا یک جای میشیم؟ اول یک بار از اینجا برای این باز اونا رو میبینیم. درست است. پیش از اینکه کسی بیدار شوه باید بریم. داره چیز نمیشه. جانان منو تنها نمان. تو خوب میشی لطفا منو تنها نمان. آقای دکتری خوب میشنه. ایره نجات میتنه. سارنگ والسای وضعیتش خوب نیست، آماده باشین. آقا اجازه نیست که شما داخل بیاین.
خیرت از دخترم، خوابت نمیبره؟ به خاطر پدر و مادرم به تشویش هستم. زنگم برد اونا برم زنگ زدن، جواب ندادم. حالا که من زنگ میزنم اونا جواب نمیدن. شاید اونا متوجه زنگت نشده باشن. الان دیگه یک بار دیگه زنگ بزن. بله ملکه، ما خوب هستیم، تشویش نکن. متوجه زنگت نشدیم. در یک دوست خود دیدیم دخترم، قصه میکنیم. حالا هم خانه همی دوست خود میریم. خاطر جمع باشه استراحت کن، منتظر ما نباش. درست است؟ درست است پدر جان، دل ما به خاطرتان جمع شد. به مادرم سلام برسانیم. بچه شب یک داریم. دیدی یک دانیم؟ ناق قدر تشویش میکدی ها؟ دکتر خانمم چطور است؟ ما تلاش خود کردیم. فعلا تحت مراقبت است. خب میشنه؟ بسیار متاسف هستم، شاید خانمتان دیگه خوب نشه. چی؟ دکتر تو چی میگه متوجه هستی؟ یک کاری کن. کاری کنین خواهش میکنم. آرام باشین. یک کاری کنین دکتر. آرام باشین، بیشینین. آرام باشین، بیشینین. بیا زهرا، خوب هستی؟ خوب هستم خلاصیه. استادم همراه الیف کجا هستن؟ اول به خود یک جای پیدا کنیم، باز اونم میاین. باشه یک بار اونجا را ببینم. بیا زهرا، بیا تا روشن شدن هوا همینجا می باشه. خلاصیه اینجا زیاد تاریک است. من حالا یک چاره پیدا میکنم، تو تشویش نکن. به استادم هم زنگ میزنیم، الیفا گرفته اینجا بیارن. اما اینجا را چه قسم پیدا خود کردن؟ من حالا برش زنگ میزنم، نشونه اینجا را هم برش میگم، دلت جمع باشه. بله. من هستم آسیه. من پیشش هستم جانه. من و زهرا خوب هستیم. شما ایلیفه گرفتین؟ بسیار خوب، بسیار خوب.
کجاستن؟ کیا؟ استادم همراه الیف تا حالا نامدن. ها راستی وقتی تو خواب بودی استادت برام زنگ زد. اونا در استانبول منتظر ما می باشن. اما چرا؟ نفهمیدم چرا اینجا نامدن. شاید همه قسم بهتر بوده. خودش همه تو برام گفت. نه خیر، با استادم زنگ میزنم، میخوایم امروز گپ بزنم. نه زنگ نزن. و هیچ کسی زنگ نمیزنی. ما و تو فرار کردیم، فهمیدی؟ چرا ضد میکنی؟ پیش از اینکه کرمانی‌ها ما را پیدا کنن باید بریم. حالا آسیا آسیا خیرت باشه. نیک مرا در خواب دیدی که اینجا آمدی. آزاد خبر داره، میفهمه که من اینجا میایم دوران. بفرمایید. خوش آمدی ملکه. خوش باشی. ما میرم آسیا را میخوایم که بیای. درست است. حالا فهمیدم کی را در خواب دیدی. طرف چه سال داری ملکه؟ برام بگو چرا در مورد آزاد با ما دروغ گفتی؟ دروغ نگفتیم دوران. نقابت تو افتید ملکه. با افتیدن نقابت شریعتم نمایان شد. همه چیزا فهمیدم. بس از دیگه دوران، گپای نق نزن. آسیا نیست. لوازم خودت جمع کرده. پس زهرا کجاست؟ تمام لوازم خودم برده. امرای آسیا رفته. آسیا زهرا را امرای خود برده. به خاطر که تسلیم نشه او را امرای خود برده. حالا بیا که بریم. عاجل به پلیس خبر بده ملکه. نیست. وقتی شما نیت جدا شدن ندارین باید کس دیگه امانتان شود. بله سری میخوایم امرایت گپ بزنم. یک کار مهم دارم. زهرا لجبازی نکن دخترم. بخیز دیگه. نه خیر، امکان نداره. تا که امرای استادم گپ نزنم هیچ جایی نمیرم. براتون گفته باشم مرا آرام بانین. میخوایم استادم ببینم. با خیالم تو برم دروغ گفتی اما ترس. اونا هیچ از فرار کردن ما خبر ندارن. کجا بریم؟ در کجا اونا را بپالیم؟ آرام باش ملکه. او مادرش هست. با او ضرر رساندن نمیتونه. نمیفهمم. یک احساسی بسیار بده دارم. گوش که ملکه. اگر زهرا را برفتن خانه بسازه باز زهرا حتما به خاطر دیدن الیف اصرار میکنه. امرای خواهر خود خداحافظی میکنه. بله تو مق به جانب استیاسم. شاید در خانه راشد باشه. شاید به زهرا گفته باشه کلیفو میره. امکان داره.
برفین زود شو بیا. راستی فرمان تو امروز برو با کارایت برس. من همراه مادرم میرم، تو باز یک روز دیگه همراهیم برو. درست است جانم؟ برفین گپ دراز نگو، بیا که بریم. خیرت باشه. بله خانسب. گفتین زهرا؟ نه خیر، نه اینجا آمده. چی شده خانسب؟ برفین من میرم. با مادرت زنگ بزن همراهش یک جا برو. درست است؟ نمیفهمم کجا رفتم میتونن. پیش از اینکه جای برن حتما به اتوگار میرن جانم. باید زودتر اونجا خدا برسانیم. عجله کو آزاد. غیرت از دوران خان، چرا عجله داری؟ با طرف شمال مال انتقال میدیم. اموال ما را آزاد میبره. قبل از اینکه موتر حرکت کنه مواد مخدر باید جا بجا شود. چرا؟ فکر میکنم آزاد خانم حالا میخوای به کارهای غیر مشروع شروع کنه. نه احمق. با پلیس زنگ زده میگم در موتر مواد مخدر است. تو هم بسیار خطرناک هستی دوران خان. پلیسا به خاطر زهرا آمدن؟ نمیفهم. تو منتظر باش، ما میرم میبینم. نه خیر، ما میرم میبینم. میبخشید. خیرات از چی شده قماندان؟ ما هم به شما زنگ میزدم. خدمه که در خانه شما کار میکرد آسیا چمن زر، جسدش هم اینجا دفن است. پیداش کردیم آقا. چند هفته قبل در اینجا دفن شده. به خاطر که به جای آسیا بیای او را کشه. باورم نمیشه. تو به خدایا آزاد، او یک قاتل خطرناک است. تو مرا فریب دادی. ایلیف و استادم خبر ندارن و نمیاین. باورم نمیشه که این کارا کردی. زهرا، من به خوبی تو فکر میکنم عزیزم. مرا درک کن. دیگه نمیتونی در اون خونه زندگی کنی. ما استانبول میریم، یک جایی زندگی میکنیم. نه خیر، نه نمیخوایم امرای تو به استانبول برو. به ایره بافا مرا راحت باد. پیش استادم میرم. مرا دیگه هر دقیقه دخترم نگو، فهمیدی؟ میگم زهرا، میگم به خاطری که تو دخترم هستی. تو را ما به دنیا آوردم. تو دخترم هستی، فهمیدی؟ تو دخترم هستی. خیر، تو به من دروغ میگی خاله. تو هیچ وقت مادرم بوده نمیتونی. مادرم در استانبول زندگی میکنه. حتی یک بار برام نامم روان کرد. اون نامه رو من برات روان کردم زهرا. به استانبول به دوستم روان کردم که او برای تو روانش کنه. نتونستم احساسات خودت در مقابلت برات بیان کنم. چرا در مدت قدر سال به پرسیدن من آمدی؟ چرا؟ به خاطر که نمیفهمیدم. فقط نامه نوشته میکردم، همیشه نوشته میکردم، اما نمیفهمیدم که تو زنده هستی. تا وقتی که استاد به استانبول آمد و برم گفت که دخترت زهرا زنده است.
همون وقت حس کردم دنیا از ماست. حالا دیگه هر دوی ما یک جایی به استانبول میریم. بعد از این هیچ وقت جدا نمیشیم. هیچ کس تو از ما جدا نمیتونه. من میتونستم که مانعی شو مازاد میتونستم. همی که زن شناختم باید ازش شکایت میکردم، نباید نادیده میگرفتم. ملکه لازم نیست خودم مقصر فکر کن. با جای تو هر کسی میبود تی کارا میکرد. یک مادر به اولادش میرسانی. حالا دیگه چی خواد کردیم؟ چطور میتونیم زهرا را پیدا کنیم؟ او زن یک قاتل است. مادرش هست. فکر نمیکنم به زهرا ضرر برسونه. خدا کنه. بیا که از اینجا بریم. حالا دیگه عزیزم بعد از این هیچ کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه. زود باید بریم. بیا عزیزم. جواب نمیده. خدا میفهمه که زهرا را کجا میبره. سلام آقا آزاد. سلام. تصاویری گم شده را در تمام قسمت شهر توزیع کردیم. در ضمن از طریق رادیویی تلفن کوشش میکنیم که اونا را پیدا کنیم. خب ما چی باید کنیم قماندان صاحب؟ اگر میفهمین برای ما بگوین که او زن کی را میشناسه و کجاها میره. باید نشانیش برای ما بگوین تا پیدایش کنیم. ما فعلا به قصر میریم چون در این اواخر آیسل در اونجا زندگی میکرد. میریم میبینیم که اگر کدام سرنخی پیدا کنیم. درست است. از یک سال چند قطعه برامون بتن که توزیع کنیم. براتان وقت خوش بید. زنده باشین آزاد. شما هم زنده باشین. ملکه یک سارم بگی. تو با خدای من. فقط که من خدمتکاری خانه باشم. از صبح که کار میکنم نی زهرا است و نی آسیه. خدا میفهمه که در کدام جهنم هستن. مادر هر دویشون جزا بتین. ببین هر دویشون گم هستن. نمیفهمم کجا رفتن. طلایم نیست عروس. طلایم دزدی شده. مادر کی کار کردن میتونه؟ تو به خدایا آسیا او رو دزدی نکرده باشه مادر. بی از او از صبح که معلوم نمیشه حتما فرار کرده رفته. هدیه گناه او رو بگردن نگی. بفرمایین چی میخواستین؟ از صبح بخیر. زن آسیا نام که در خانهتان کار میکرد
اصلا یک مجرم فراری است. نام اصلیشم آیسل سپاهی است. چی میگین؟ آسیای اصلی را به قتل رسانده و خودش به نام او به خانه شما آمد. توبه خدایا. قسمی که آزاد کرمان بر ما گفت او زن زهرا کرمان اختطاف کرده و از اینجا فرار کرده. توبه توبه. به اجازه تان حال میخواییم که اتاقش ببینیم. یعنی که بین دو بچه کاکا دشمنی ایجاد شده؟ این موضوع دیگه مربوط تو نمیشه آقا سیری. چی شده نه که آزاد کرمانی کل چیز ازت گرفت؟ فهمیدم. حالا که موضوع خان شدن پیش آمده باز تو میخوایی که او را از پیش روی خود برداری و خودت خان شد. چوب شو احمق. تو فقط کار رکو که برات میگم. چی شده؟ چی شده؟ خلاص یعنی شما در استانبول چی کار میکردین؟ در یک دکان کار میکردم. آخا شما در استانبول تنها زندگی میکنین؟ زهرا من بدون تو کسی دیگر را ندارم. فقط تو را دوست دارم، دیگه هیچ کسی را ندارم. اما ایلیف و استاد ملکان مرا دوست دارن. مامونا را زیاد دوست دارم. من یک بار دیگه فرار کرده بودم اما استادم بسیار قهر شده بود. استاد ملک زن خوبی نیست. این را دیگه قبول کن. او میخواد که ما از هم جدا شویم. نه خیره قسم نیست. استاد ملک خانم خوبه است. شما او را نمیشناسین، من او را خوب میشناسم. حالا دیگه بیا که بریم زود شو. منتظر خبر دوران هستم. همی که او بر ما امر کرد همون لحظه به کار خود شروع میکنیم. مال قاچاق ما مثل همیشه همراه قالینا یک جا میایم. میبخشیم. بله بیادر. سری این مشکل بسیاری دیگه است. درباره او سرت دستی میگم. رئیس از کار بسیار خسته شده. این خو میفهمی. میگه جایی که تحت نظر باز شورای ایالت اونجا رخ بده. میگه کسی که قلم به دست میگیره باز نمیتونه بدن به دست او اسلحه بتیم. واضح برات میگم نمیخوای متفلای اینجا درس به خانه خودت دیگه بفهم. حالش میکنیم. جوانا همراهی ما هستن بیادر. تو هیچ تشویش نکن. خواب دیگه بچه ها کارهای ما از اینجا شروع میشه. در کارهایتان موفق باشین دوستان. به خاطر من شد، کلش به خاطر من شد. اگه ما ایسالا پیدا نمیکردم و امروش گپ نمیزدم باز او زن بیچاره دیگم زنده میبود و از بین نمیبرد. زهرام اختطاف نمیشد آزاد. آرام باش مالکه، خودم مقصر فکر نکو. چیزی که میشد شد. بله دوران، ما همراه ملکه در جستجویشان هستم بچه کاکا. خوب است هر قسمه که خواسته باشی. درست است. دورانم به کمک ما میآید. آیا این زن مادرم است؟ اگه مادرم می بود باز چرا من احساس نکردم؟ وقتی که مرا با خوش گرفت چرا احساس نکردم که این مادرم است؟ باید قهر می شدم که چرا مرا رها کرده رفته. اما اون وقتم هیچ احساس برم دست نداد. وقتی فهمیدم مادرم هست باید دست پایم می لرزید. خدایا من نمیفهمم چی کنم. مادرم پیدا کردم اما چرا خوش نیستم.
پلیسا ده اونجا ایستاده هستن. فکر کنم به جستجوی کسی هستن. درست است استاد کو ما همینجا پایین میشیم. خواهر کم را مانده، بسیار بیادر کم. گفتم پایین میشیم استاد کو. درست است. من استاد میکنم. کجا بریم خاله؟ زیاد گپ نزن، بیا. خاله آسیا چرا از پلیسا فرار میکنیم؟ حتما اونا پلیسا را خبر کردن. این قسم خاموش نمیشینن. شاید در جستجوی ما باشن. برشان میگم که شما مادرم هستین، اونا ما را هیچ چیز نمیگن. حالا دیگه بیاین که بریم به پلیسا میگم که به خانه خبر بدن ما امرای مادرم رفتم. نه خیر نمیشه، امکان نداره، بیا. اما چرا خاله آسیا؟ ما خود دیگه در اون خانه نمیریم. پس چی لازم است که فرار کنیم خاله آسیا؟ نه خیر نمیشه، بیا که بریم، بیا. خوب شد که آمدی دخترم. زمرد خانم خو هیچ کار نمیکنه، تمام کار خانه را به من مانده. خدا را شکر که دوران برم زنگ زد مادر. فرمان میخواست ای صبح وقت مرا پیش دکتر ببره. همین که خبر زهرا را شنید منصرف شد. نیکی آقا فرمان شام به خانه نمیایه. اگه به خاطر التراساوند تو را به شفاخانه ببره چی خواد کردی؟ دختر برم بگو چی میکنی؟ گفتین التراساوند؟ بله. من خدایی باره هیچ فکر نکرده بودم مادر. خداوند لعنتش کنه. حالا چی خواد کردم؟ کارت خلاص کو. چی یک چای دم کردیم همی که بنوشن خوششان میان. مردم بی به خاطر اکسیژن گرفتن اینجا میان دخترم چای می نوشن. پدر اکسیژن. خوب از دخترک بیادم نتی توبه. این چای آمده است که براتون بیاره. او فاطمه خانم خوش آمدی، کاملا سر وقت آمدی. اله دگه سینای خدا بالا کو، دست بکار شه. اله دگه نه خیر آقا راشد، راستش من به خاطر حالا خب وقت قصه کردن نیست. بی کلگی منتظر چای هستن. اله دگه شروع کو جانم زود چای. اله دگه من هیچ داخل نمیرم. خب وقتی که داخل نمیری باز در بیرون چای توزیع کو بگیر لطفاً. خیره یک بار گپ مرا بشنو. یک دقیقه چه باش. من اینجا کار نمیکنم راشد. نمیخوایم کار کنم. چرا؟ از اینکه کار خوب پیدا کنم میتونی بگو برم فاطمه. ما میخوایم که دوباره پس به قصر برم. اینجا کار نمیکنم. میخوایی بگویی که دوباره به او خانه کرمانی ها کار میکنم اما تو نیست؟ خوب شد که این بار گپ خوب دقیق میدم. پدر آیسته بچه ما آیسته چیغ نزن. اینجا دکان است، نمیفهمی که چای می نوشن؟ پدر زهرا نیست کلگی او را میپاله. زنی که در قصر کار میکرد زهرا را اختطاف کرده. خواهر ما چی شده بیادر؟ اون ندرس خواهر جان. خواهر ما کی اختطاف کرده؟ اون چی شده؟ موتر همیال حرکت میکنه، بیا که بریم. بیا. عجله کن، سرویس از دست خود دادیم. زهرا صبر کن، یخنت بسته کنم، هوا سرد است. آفرین. وقتی که به استانبول رسیدیم باز میتونیم به ایلیف و استاد ملکه زنگ بزنیم؟ خواهر زود شوین بیاین دیگه. این آمدیم، بیا در. زود شو دختریم.
بله. سونا علی؟ سونا میخوایم که صدایت بشنو. مرا بسیار زیاد ترساندی. خوب هستی؟ خوب هستم، تشویش نکن. تو چطور هستی؟ هیچ خوب نیستم سونا. وقتی تو همراهیم نباشی چطور خوب باشم؟ اما بسیار زود به پای خود استاد میشم. بسیار کم مانده سونا. بیا از زهرام جدا شدم. به همیش رفت. سونامی که به پایهای مستاد شم پیشت میایم و تو را با خود به یک جای بسیار دور میبرم سونا. چطور خود رفتی ملی؟ کجا خود رفتی؟ من مادر پدر خدا تنها نمیمونم. پیازونا بسیار جگرخون شدن. اگه این کار کنه مادرم از بین میره. لطفاً دیگه برام زنگ نزن. دخترم تو چرا صبحانه را آماده کردی؟ هنوز درست خوب نشدی. گپ مهمی نیست مادر. صبحانه را که پدرم خوش داره همون رو برایش آماده کردیم. پدرت صبح وقت دکان رفت. حالا دیگه بیار دوی ما یک جای صبحانه بخوریم دخترم. بیا جانم. من چای میارم. بله قماندان صاحب. گفتن اونا در سرویس هستن و طرف استانبول میرن. درست از قماندان صاحب، ما زود میرسیم. خداحافظ. خداحافظ. بریم. بریم مالک. زمرات هنوزم در اتاقش است. او دیگه بیرون نمیشه. مثل امون روزی که خان صاحب گم شده بود باز خدا در اتاقش زندانی کرده. اگه ای گپتا بشنوه فکر میکنه که دلت برش میسوزه. بیازو دلم برش میسوزه. آزاد تمام توانایی خود از دست داده بیچاره. جمال در زندان است اما او بچه هنوزم در پشت استاد ملکه میدوه. میدانا به دورانی لا دادن. چرا نمیگی که حال صاحب قصر معاصم زن؟ گرچی کما میترسم که جمال کل چیزا بیاد نیاره و کار ما را خراب نکنه زن. راحت باش جانم. او حتی در زندان نام خودم فراموش خواد کرد. اعلام کنن. ما را اعلام کنن. میخوایم بیادرم ببینم. اعلام کنن. دروازه را باز کنن. دانه توسکو. اعلام کنن. گفتم بیادرم این کارا کرده، شما چرا نمیفهمین؟ من بیگناه هستم. بیادرم این کارا کرده. من بیگناه هستم. همین که بیادرت پول بیاره تو را آزاد میکنیم. تشویش نکنه، بسیار زود برتاد پول میرسه. آنه بیادرم اومد. از عقلت کار بگی قدیم. اگه ای پوله با ارگود بتی باز فقط پیش جمال ازش پیدا میکنی. اما اگه ای پوله با اونانتی باز خان خواد شدی و تمام پولام از تو خواد شد جانه. بیادر نرو استاد شو. بیادر نرو استاد شو. بیادر
خوب هستی؟ بیادر چی شده؟ از پلیس نجات پیدا کردن نمیتونم. حالا دیگه لازم نیست که دوران بیایه. بیا زود دیگه اونا رو پیدا کردیم. بانش که بیایه میخواه با ما کمک کند جانم. پیدایش کردیم؟ در اینجا نیستن. امکان نداره. قماندان صاحب موبایلش در اینجاست. تشکر. به خاطر فریب دادن ما موبایل در اینجا مانده. خودشان در کدام موتر دیگر رفتن. ما موبایل نگاه میکنیم. چی لازم بود که این همه را بگیریم خلاصیا؟ ضرور بود دخترم، چون اونا نباید ما را بشناسن. دستم این لباسا بسیار برات مقبول میگن. دختر مقبوله، تو ارزش بهترین چیزا را داری. بسیار چیزا برات میگیرم. هیچ کم بودی در زندگیت نمیمانم. من هیچ چیزی نمیخوایم. در ضمن پولمون خلاص شده، پس چطور به استانبول بریم؟ زهرا جان، تو هیچ تشویش نکن. چند رقبت بسیار پول خواهد داشتیم، به اندازه ای که حتی حسابش کردن نتونی. بریم. ما فریب خوردیم. او زن احمق کل ما را فریب داد. تشویش نکن ملکه جان، زهرا دختر هوشیار است. در وقت شتامران فریب داده بود. او را دست کم نگیره. حتما خدا از او زن نجات میتم، من باور دارم. ما باید جستجوی خود ادامه میتیم. حتما کسی از کونا را دیدم ملکه، شاید با ما کمک کنه. حق با توست. بله استاد. آها، میخوایی همیشه ای قسم چشمایت پایین بگیری؟ جزای عاشق شدن با توی قدر سخت است که حتی نمیتونم از روشنی چشمایت مستفید شوم. گپای ناق نزن دوران. حالا نیجایش هست و نی وقتی گپا. حق با تو است. حالا وقتش نیست، اما یک روز حتما وقتش میرسه که گپا را برات بگویم. میبخشین استاد، ناوقت کردم. عمر جان تو هیچ وقت ناوقت نمی آمدی. چی شده بچه؟ چند نفر پیشوریم آمدن اما من اونا را نمیشناختم. برام گفتن که میخوای قهرمان شوی؟ گفتن که استفاده کردن اسلحه را برات یاد میدیم. گفتن اگه خوب شلیک کنی باز برات جایزه میدیم. و این گپام برام گفتن که هم به تو و هم به پدر و مادرت تحفه میدیم. گفتن برات پولا میدیم. تو برش چی گفتی؟ برش گفتم من نمیخوایم، فقط میخوایم درس بخوانم. گفتم اسلحه را نه بلکه قلم به دست خود میگیرم. آفرین عمر بچه، آفرین. در این عصر ما حال دیگه زور شمشیر و سلاح ارزش نداره. میتونیم که کس را قانع ساخته به راه بریم، اما به زور اصلا این کار نمیشه. بعد از این هر کسی که علم و دانش داشت بچیم، اونا این دنیا را رهبری خواد کردن. گفته باشم از برکت شما کل ما قلم به دست گرفتیم استاد. مهم نیست که دیگرها چی میگن، من هیچ وقت سلاح رو به دست نمیگیرم. هر کاری کنیم به خاطر صلح امنیت میکنیم. تمام دوستان با ما هم نظر هستن استاد. آفرین عزیزایم، آفرین.
حالا دیگه در جای میشی که درس شروع کنیم. درست است استاد. چی کنیم آزاد؟ چی کنیم دیگه؟ تمام جایا را میبینیم و اونا را پیدا میکنیم. ما طرف بالا میریم و تو هم طرف پایین برو. هر کدام ما پیدا کردیم بازم دیگه را خبر میدیم. عکسای اونا را با مردم نشان بده. درست است. ملکه سوار شو. یوسف چند روز میشه مکتب نامدی؟ کجا بودی؟ در تلاش کار هستم. میخوایم به مادرمشان کمک کنم. پدرت نیست یوسف؟ او مرده؟ پدرم در زندان است. پدرم هم بسیار مریض است. در بستر بیماری است. مادرم از او مواظبت میکنه. ما میخوایم کار کنم اما مادرم مرا به زور مکتب روان میکنه. آمد. مادر خدا آماده کنم. میخواین که کنار دریا بریم چطور؟ مادر دخترم چیزی گفتی؟ مادر شما را چی شده؟ خوب هستی؟ دخترم عزیزم ما شما بشینین من میبینم. نه دوباره به خانه پس آمدم. امرکو خواهرم. بیادر جان خوش آمده. خوش باشی خواهر مقبولم. خوش باشی. نگفته بودی که قدر زود میایی؟ دق نشده بودی؟ نه خب پس میرم. نه خیر بسیار پشت دق شده بودم. بسیار دق شده بودم. دیلر؟ پروین دختر جان چطور هستی؟ بسیار دیر بعد میبینم. خوب هستم جانم. تو چطور هستی؟ من بسیار خوب هستم. خیریت باشه. خیریت از جانم. فقط به خاطر معاینات آمدیم. جدی میگی؟ بله خواهر جان. مام حامل هستم. از مام تقریبا همین قدر میشه. نام خدا بسیار خوش شده. دیلر جوش کن. من هستم میایم. بفرمایید. باز میبینم دیلر جان. میبینیم برفین جان. درست. چی شده؟ چرا به اینجا آمدیم؟ چی میکنیم؟ اینجا یک نفر است که به ما پول میده. شما در اینجا کسی را میشناسین؟ نه خیر. خب پس کی به ما پول خواهد داد؟ خواهد دیدی حالا دیگه بیا. بفرمایین. خوش آمدین. روز بخیر. روز بخیر. خوش آمدین. یک لحظه صبر کنین. اما این انگشتر از نوجین مادر کلان است. تو این از کجا گرفتی؟ این خو از نوجین مادر کلان است. چطور گرفتی؟ یک دقیقه. درست است. بریم. بیا. زهرا. بله این طلاهای نوجین مادر است. اما من مجبور بودم.
اما اینا را تو دزدی کردی هیچ کار خوب نیست. نمیتونی از پول اینا خیر ببینی. گوش کن، به خاطر شروع زندگی جدید به این پول ضرورت داریم. لطفا مرا درک کن. نه خیر، من نمیتونم با پول اینا زندگی کنم. خلاصیه. روز بخیر. میخوایم در مورد یک موضوع براتون بگویم. فکر میکنی میخوایم برای یک مثال بد باشم؟ ها؟ یا خوشم میایه خود کم بزنم؟ من مادرت هستم عزیزم. به خاطر نجات دادن تو از او جهنم ما به این پول ضرورت داریم. ببین پول را دوباره پیدا میکنم و طلاهای نوجین مادر دوباره برش میتونم. درست است؟ فعلا به عنوان قرض استفاده میکنم. برات وعده میتونم تمامش دوباره میتونم. ها؟ تو همینجا منتظر باش. درست است؟ من زود میایم. نوجین مادر من سر گپمش ساعت بودم، اما وقتی جمال خان آمد با جرم خود اعتراف کرد. باز من هیچ چیزی گفته نتونستم. اگه اجازه تان باشه میخوایم دستتون رو ببوسم. واقعا اگه اجازه تان باشه میخوایم دستتون رو ببوسم و به کار خود ادامه بدم. گپ من رد نکدی رستم جان. با وعده خود وفا کردی. به کار خود ادامه داده میتونی. زد نباشه نوجین مادر. رستم کاکا بازم تبریک باشه. زنده باشی علی جان. اولین کارت تبریک میگم. حالا دیگه ما را به شفا خانه ببر. وعده که به پدرم داده بودم اون رو انجام میتم. آفرین. باید سر پای خود استاد شوم. خداحافظتان. عزیزم صدقیت شوم. کلچه خود هنوز نخوردی؟ حالا دیگه زود شو. درست است مادر جان، میخورم. بخور بچیم بخور. خداوند مغفرت کنه خواهر جان. همراهش درستم گپ زدن نتونستم. بسیار ناراحت بودم که به عروسیت نامدم. مادر شما چرا خجالت کردین؟ نمیتونستین منتظر آمدن ما باشین؟ کل چیز دفتن شد بچیم. دیگه ای که با آمدن تو بسیار وقت مونده بود. بیازو اگه من اینجا می بودم باز اصلا اجازه نمیدادم که سونا را به او احمق بته. خواهرم بسیار ارزش داره، باید در قصر زندگی کنه. شما کمی فکر میکردین چرا خواهر ما به او جمشید لعنتی دادن مادر؟ به هر صورت سونا جان من دیگه پس آمدم. کمی خنده که دیگه خواهر علا دیگه. بیبی بعد از این هیچ کس برات ضرر رسانده نمیتونه. بیادرت مثل سایه همراهت میباشه. فهمیدی؟ آی آی درد داره خواهر؟ خیر. خدایا همراه ما کمک کن. یک راهی را برام نشان بده. کمک ما کن خدایا. درد و رنج اولادای ما هیچ وقت برام نشان نده لطفا. نمیخوایم که دختر جوان ما از دست بدم. بچیم از بلاها دور نگاه کن خدایا. عذر میکنم خدایا. همراه ما کمک کن. همراه ما کمک کن. لطفا کمک ما کن خدایا.
دیلر دکتر چی گفت؟ طفلت خوب است؟ خوب است کاملا صحتمند است و هم بچه است. تبریک باشه جانم. تشکر. یک بار ببینم؟ البته بگی. نه نام خدا بسیار شیرین است جانم. هرچند هیچ چیز معلوم نمیشه اما ببین این دستاش است و ایام پایایش است. این قسم است؟ بله گفتی همین دستایش است؟ بله این دستایش است و ایام پایایش است. خداوند بخیر به دنیا بیارش. آمین. تشکر میکنم از تو. تشکر. خب ما دیگه میرم. باز میبینیم. متوجه خودت تو هم متوجه باش. درست است؟ خداحافظ. وای جوانا، یه قسم بیکار شیشتین فکر میکنم کاروبار ندارین. چطور؟ کجا کار است که ما کار کنیم؟ کسی که زحمت بکشه کار زیاد است. نام خدا بچه های بسیار قوی هم هستیم. اگه خواسته باشین شام پشت قریه بیایین. ما هم به جوانای مثل شما ضرورت دارم. ما چی باید کنیم؟ راستش شما که آمدین باز براتان میگم. حالا خداحافظ بچه ها. اینجام کس اونا رو ندیدم. اگه میدیدن باز حتما برمون میگفتن. ما هم پرسیدم اما قماندان زنگ زده. بله قماندان صاحب. درست است همیان مایم قماندان. چی شده؟ درست است زود میایم. در اونجا باز میبینیم. آزاد یک بار بگو که چی شده؟ در زرگری یک زن همراه یک دختر دیدن. گفتن که شبیه زهرایشان بود. خدا کنه. بله خدا کنه. حالا دیگه عزیزم بخو. من نمیخوایم چیز بخورم. چرا؟ نه که خوش نداری؟ میخوای چیز دیگه برات بگیرم؟ نه خیر. من خود گفتم که این پولم مصرف نمی کنم. بیازه این پول حرام است خلاصیه. شما این را دوستی کردین. این پول به ما حرام است. زهرا برات خود گفتم که ضرورت داشتیم. این را ازشون قرض گرفتیم. همه که به استانبول رسیدیم باز پولش برش روان میکنم. بسیار خوب درست است. تا وقتی تو نان نخوریم با هم چیزی نمیخورم. پدرم کجاست؟ مرد. چند وقت بعد از به دنیا آمدن تو فوت کرد. خداوند رحمتش کنه. بیادر نرو استادچو. بیادر من تنها نمان. بیادر استادچو. درست است آرام باش. قبلا هم اقسم شده بودی؟ گفتم قبلا هم زوف کرده بودی؟ اگر بار دیگه قسم شدی باز برم خبر بده که شما رو به شفاخانه روان کنم. دکتر ما باید همیال زنگ بزنم لطفاً. لطفاً دکتر صاحب فقط یک بار میخوایم زنگ بزنم.
بله جمال بیادر تو هستی؟ میبخشی که با دیدنت آمدن نتونستم. میفهمی که کار بار ما زیاد است. البته که میایم. خیریت باشم. کدام موضوع مهم است؟ درست است. وقتی که آمدم باز گپ میزنیم. آمر سبوزان پیدایشون کردین آمر صاحب. یا آقا تصاویر اونا را تشخیص داده. خودشان بوده. شما نفهمیدین که اونا میخواین کجا برن آقا؟ نه خیر، نفهمیدم که کجا میرن خانم. از اینجا چند دقیقه پیش برآمدن. اینا را فروخته از اینجا رفتن. این انگشتر نوجین مادر است. این زیورات از مادر کلانم است. شاید قدر دور نرفته باشن اما تو نیست. حتما در این نزدیکا هستن. تشویش نکنین اونا را پیدا میکنین. خب ما نباید وقت از دست بده. میخوایم امرای شما کمک کنیم. شما این زیورات نفروشین دوباره آمده تمامش میخرم. درست است. درست است. تشکر قماندان. بسیار خوب. اگه نمیخوای چیزی بخوری بخیز که بریم. بیازو بعد از این زیاد وقت داریم که با هم گپ بزنیم. دیگه با هم هستیم. من میخوایم با استاد ملکه زنگ بزنم. چرا هنوز میخوایی با استادت زنگ بزنی؟ ما حتی امروز خداحافظی هم نکردم. اون نمیخواست که ما یک جای شویم. چرا نمیفهمی؟ میبخشین دیگه طفل از یگان وقت بگفتی میکنه. حالا دیگه زهرا بخیز که بریم. حالا برو. سلام علیکم بیادر. وای رمضان بیادر چطور هستی؟ فرهاد جان. راشد کاکا. آی جان کاکاش بخیر. عسکری را خلاص کرد آمدی. تبریک باشه. بله خلاص کردم کاکا. تبریک باشه. اصلا با پدر تبریک باشه که منتظر آمدنت بود. بیچاره به هیچ کس روی خود نشان داده نمیتونه. چرا روی خود نشان داده نمیتونه؟ راستی فرهاد بچیم بعدن باز خبر خود شدی اما ما گفته نمیتونم. با خدا سخت از دست پای میلرزه. بازم خوب شد که بخیر تیر شد. بخیر باشه. فرهاد بچه آمدی بخیر؟ پیش از وقت آمدی. از رخصتی های خود استفاده کردن نتونستم پدر. باز اونا را جبران کردن و مام خواستم که شما را ببینم. کار خوب کردی بچه. خانه رفتی مادرتشان دیدی؟ بله دیدمشان. مادرمشان دیدم. اما در راه به هر کسی که سلام دادم سلام ملک نگرفتن. چی شده؟ بشین برات میگم. لعنتی ها. میبینی عکسای ما رو چه قسم در کل جای نصب کردن؟ استاد ملکه؟ استاد چی میکنی؟ تو چی میکنی؟ تو چی میکنی؟ میخوای اونا ما رو ببینن؟ میخوایی که بازم ما رو جدا کنن و تو رام دوباره به او قتل روان کنن؟ همینه میخوایی؟
بیا که بریم. رستم کاکا، همین که میخواستم خانه برم زنگ میزنم، شما زحمت نکشید. هم به خدا سپردیمت. حالا دیگه کمی سر را برو. استاد ملکه و آقازاد انسانای بد نیستن، باور کنین. شما اونا را غلط درک کردین. مونا از اونا فرار میکنه. دیگه نام استادت پیش من نمیگیری، فهمیدی یا نه؟ دیگه نام او را نمیگیری، درست است دختر؟ حالا دیگه عجله کن. به هر جای عکس ما را چسباندن. امروز هیچ جایی رفتن نمیتونیم. باید یک جایی را پیدا کنیم که شب خدا سپری کنیم. فردا صبح یک راه و چاره پیدا میکنیم. بیا دیگه. ملکه بیا که در اینجا یک چیزو بخوریم. درست است. بریم دیگه جانم. جمال جان بیادر چطور هستین؟ تو خوب هستین؟ نه چوری کار کردی بیادر؟ چی کاره؟ من خود چیز نفهمیدم بیادر. بیادر کوشش نکن که تمثیل کنی. به یادم آمد. نه کل چیز به یادم آمد، اما نمیفهم چرا مرا پیش ارگوت رها کردی؟ چرا بیادرت فروختی؟ آی ملکه تشویش نکن، اونا را پیدا میکنی. تا وقتی که اونا را پیدا نکنم آرام نمی باشم. در این زمان درباره مادرم شانم فکر میکنم. چی شده؟ کدام موضوع مهم است؟ بله مهم است، اما نمیفهمم که چقدر مهم است. مادرم پیش از اینکه بره برام یک نامه نوشته کرده بود، اما نصف نامه خوانده میشه و نصفش هم نمیشه. جایی را که خوانده بودم نوشته بود که دخترم معذرت میخوایم، ما را ببخش، من بیگناه هستم. با مادرم زنگ زدم اما او گفت که باید از نزدیک گپ بزنیم. یک مادر چرا با دخترش بگویه که معذرت میخوای، مرا ببخش، من بیگناه است؟ هیچ نمیفهمم آزاد، بسیار به تشویش هستم. نه طبخ تشویش نکن. گفتی که توست بیاره، اما ای خود آدم اسیر نمیکنه. کاش که چیز دیگه میخواستی مسیر نمیشون. باید چیز دیگه بخوای ملکه. چیز دلم نمیشه، امی برم کافی است آزاد. درست است، تشویش نکن، زهرا را پیدا میکنه، اما پیدا کردنشون کمی سخت است. خدایا مرا ببخش. خدایا مرا کمک کن. دکتر صاحب، خانمم چطور است؟ او خوب خواد شد اما تو نیست؟ متاسفانه که هیچ پیشرفتی نداشته، وضعیتش خوب نیست، اما بازم ما هر کاری که از دست ما بیاید انجام میدیم. خداوند شفا بده. خداوند از شما راضی باشه. خدایا مرا ببخش. خدایا مرا ببخش. بیادر جان تو کاملا غلط درک کردی. من تو را رها نکردم. برام زنگ آمد که تو
تو مردی بیادر. از او خاطر مام دوباره برگشتم. جنازه من میگرفتی بیادر. هیچ فکرم کار نکرد. امرایم بسیار پول زیاد آورده بودم. گفتم اگه امرای پول برم مرا زنده نخواد ماندن. به خاطر خودم نه بیادر. به خاطر اولادای ما ای کار کردم. به خاطر مادرم. میفهمی اونا مرام از بین میبردن. در طفلیت وقتی که اشتباه میکردی باز همه قسم دروغ میگفتی. مادر و پدرم نمیفهمیدن اما من میفهمیدم. وقتی که میفهمی باز ایالتم درکو بیادر. یک اشتباه شد. یک تصمیم غلط گرفتم قبول میکنم. باور کن که عذاب وجدان دارم. هر روز هر شب عذاب میبینم بیادر جان. لطفاً مرا ببخش. فراموش میکنیم. این موضوع را همینجا بسته میکنیم. چطور فراموش کنم بیادر؟ از زندگی ما تباه کردی. بهترین لحظات زندگی ازم گرفتی. اینقدر درده که دیدم برام مهم نیست اما من از خانوادیم دور ساختی. از خاطر تو اولادم بدون پدر بزرگ شدن. اونا هیچ وقت کم بودی پدر احساس نکردن. به اندازه اولادای مونا رو دوست داشتم. مثل پدرشان بودم. تو پدرشان ازشان دور کردی. مادرم و کلگی خواد فهمیدن که تو همراه ما چی کردی. تمامشم میگم. با کلگی میگم تا اونام تو را بشناسن. جمال احساس شو. جمال گوش کن. ایام گلاسای خالی. فاطمه خانم میبخشی تو را بسیار امروز به زحمت ساختیم. خداوند ازت راضی باشه. با فرمان بسیار گفتم قبول نکرد زهرا را پیدا میکنم. او را از کجا پیدا میکنه؟ او را در کجا پیدا خواهد کرد؟ باید او را بپاله. او هم بیادرش است. وقتی همگی میپاله بازت من او را پیدا میکنن. ما به خاطر طفلک جگر خون هستم. او بیچاره را ببین. سر زهرا بسیار قهر هستم. سر خود پایین انداخته میره. هیچ فکر نمیکنه که با این کاراش کی خوش میشه و کی خفه. این قصه کس نیست. به راحتی فرار میکنه. هیچ خوش نیست. نانش میرسید آبش میرسید. دیگه چی میخواست؟ وقتی قدر خوش داری باز تو هم برو در قصر زندگی که آقا راشد. تو میفهمی که طفل بیچاره چقدر مشکلات در وجود تحمل میکنه؟ از پیشونیم گم شو بیادب. دخترم به خاطر خواهرت جگرخون هستی؟ جگرخون نباش یک دانیم. گریه نکو. او را پیدا میکنن. بیبی کلای کار بار خود رها کرده با جستجوی زهرا هستن. اگه اون آخر ما پیدا نکنن باز من دوباره به او خانه خود بردن. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. شما میفهمین که چی کار باید انجام بتیم؟ شاید اموال انتقال بتیم. برای ما چقدر پول خواد دادن؟ در قصه پول نباشین شیر بچه ها. بعد از این دیگه ساعتتان تیر خواد بود. پول زیاد به دست آوردیم؟ بسیار. وام بدونی که کار کنه. یعنی چطور بدون کار پول به دست میاریم؟ نه که میخواین دوزی کنین. ما این کارا نمیکنم. ما هم نمیکنم. غلط درک کردین بچه ها. ما یک کار مردانه میکنیم. به خاطر مردم خود مجادله میکنیم. اگه لازم باشه حتی میجنگیم. بعد از این رهبری خاک و وطن خود ما به دست میگیریم و نجات میتیم. هیچ کس نباید به خانه ما بیایه و بر ما یاد بده که چی کنیم و چی نکنیم. بیا جان مادر تحمل کن. کم دیگه هم تحمل کن. بیا عزیزم. دیگه تحمل کردن نمیتونم. گشتن نمیتونم. خسته شدیم. ما هنوز نمیفهمیم که کجا میریم خاله. عزیزم جان مادر بیا. بیا یک جای پیدا خود کرده.
درباره زهرا از همگی پرسیدم، اما هیچ کس او را ندیده. باید عکس برشان نشان میدادی. راستش ملکه خانم، اگه همراه آزاد نه همراه ما میرفتی باز وقت زهرا را پیدا کردم میتونستیم. ما به تنهایی خودم قدر کار تانستم. میبخشین دیگه. آیا استاد چرا زحمت کشیدین؟ من میرفتم میآوردم. چایتان از طرف ماست. تشکر. نوش جانتان. نباید سرد شوه. بگه ملکه. تشکر. استاد بسیار کوشش کردیم اما بازم دست خالی برگشتیم. زهرا هنوزم پیش او قاتل است. خداوند نگاهش کنه. بسیار زود زهرا را پیدا میکنیم. انشالله. انشالله استاد. دوران تو چی کردی؟ از مردم او قریا پرسیدی؟ پرسیدم اما کسی ندیدش. تصاویرش در همه جای توزیع کردم. کار خوبه کردی. استاد چند روز میشه که به خاطر درس دادن نمیرم. شاگردا چطور هستن؟ اونا خوب هستن؟ درباره اونا تشویش نکن. اگه جایت پر کردن نتونم بازم کوشش میکنم. بسیار زیاد تشکر. خدا را شکر که شما هستین. تا هنوز کدام خبر بده نگرفتیم. یعنی که اونا را پیدا میکنیم. ما امیدوار هستم. بسیار نزدیک شدیم. انشالله. بیادرا، بعد از این به خاطر دفاع کردن از خاک خود در هر جایی که کار مخالف دیدیم خود ما دست به کار میشیم. راستی درباره خانواده تانم فکر نکنیم. ضروریات اونا را پورا میکنیم. زیا با بچه ها مزدشان بده که به خانه های خود ببرن. کلان کلان خرج کنین و خوش باشین بچه ها. تشویش نکنین. پیش از تمام شدنه این پول براتان دگام میرسه. پیش ما بسیار زیاد است. من نمیخوایم. او سیادشان همی بود یا رفت. پس میایم. خودم میارمش. پیدا کنین که پدری بچه کی است و در کدام زندانی است. فهمیده؟ قدیم چی شده؟ خیرت باشه. ها؟ گفته که کل چیز تمام شده اما من چیزی نفهمیدم. کار ما تمام شد. زن تمام شد. از چیزی که میترسیدم اما طور شد. حافظه جمال دوباره آمد زن. بلکی گفت. چی گفت؟ با ما گفت. امروز زنگ زده بود. گفت بیا امروز امروز گپ میزنم. خو؟ چی خو کلا چیزا به یاد آوردم. تو که دیگه پاشه قبول کردی؟ منکر میشدی؟ البته که منکر شدم اما باور نکرد. گفت که با مادرم با زمرات با آزاد کلا چیزا میگه. ما تباه شدیم از پایین رفتیم. نان تا بخو زمرد. چرا امرای نعمت خداوند بازی میکنی؟ وقت جمال به یادم میه باز یک لقمه نانم دلم نمیشه. نمیفهمم که او سیر است یا گشنه است. چی وضعیت هست؟ بله جمال از مادر. چطور هستی جمال؟ چطور باشم دیگه؟ همیشه درباره تو فکر میکنیم. فردا آزاد و مادر ما گرفته به اینجا بیا. میخوایم همراهتون گپ بزنم. باید براتون یک گپ مهم بگویم. خیرت باشه انشالله. درست است البته که میاییم. چیز ضرورت داری؟ میگم اما متوجه باش. نباید سر بیادرم باور کنین. از او خدا دور نگاه کنین.
درست است جمال. فردا باز میبینیم. بخیر. شب تو هم بخیر جانم. چی شد از زمرد؟ جمال چی گفت؟ گفت که فردا بیاین. فرهاد بسیار ناوقت کرد. برای زنگ بزن که بیای غذا آماده است. حتما پیش دوستای خود است. بانش که راحت باشه. ما هنوز او را درست ندیدیم جانم. چند روز بعد باید پیش دوستای خود میرفت. همراه بچه‌ت گپ زد. درباره سونا کار چیزا برش گفتم. بانش که کم تنها باشه. انشالله فردا پس خوب خواست شد. زود شوین دیگه، بیاین غذا آماده است. بیاین دیگه، صبح سرد میشه. بیا دخترم، بسیار کم مونده. ببینید اینجا یک خانه است. شب همینجا سپری میکنیم. تو هم استراحت خود کردی. کی است؟ دروازه را باز کنین. شب بخیر. میبخشین که مزاحم شما شدیم. موتر ما در همین نزدیکی ها خراب شده. لطفاً ما را در خانه خود جایی بتن خانم. بیاین مسافر مهمان خدا می باشه. بیاین. زنده باشین. بیا دخترم. چه قسم موره پالیدن؟ چرا خواهر ما پیدا کردن نتانستن ها؟ هیچ جای باقی نموند که نرفته باشم. هیچ کس اونا را ندیده. اقدر جگرخون نباشین. یک بار ایره ببینین کمی خوش شوین. بیبی بچه است ها؟ ببینم. امی قسم است؟ بیبی لیف جانی است. این دیگه چی است؟ بتی ببینم. قسم نگه دخترم. وای ماشاءالله ایره بیبی ماشاءالله. لیف جان حال امی قسم معلوم میشه وقتی که بزرگ شو باز یک طفل بسیار مقبول خواهد شد. حتما طرف تو میره. بله. چشمای شبیه شما خواهد بود پدر. شبیه من؟ نه خیر دیگه. بله. خدا من خیرتان بیدم. بسیار مزه‌دار است. نوش جانتان. خب دیگه قصه کنین. از کجا آمدین و میخواین کجا برین؟ نه خیر، ما از استانبول هستیم. همراه دخترین بچکر آمده بودیم. تنها آمده بودین؟ شوهرت نیست؟ است. اما او در استانبول همراه ما نامد. فردا ما هم پیش او میریم. بخیر. دخترم حالا بخور، غذای سرد شد. چی کنی مادیا؟ فردا جمال کل چیزا با مادرمشان خواهد گفت. آرام باش قدیم. تا صبح هر اتفاقی امکان داره بفته. هیچ رای دیگه نداری مادیا. فردا روز تبایی ما خواهد بود. صبر داشته باش. شاید قسم نباشه. خوب شد که اینجا آمدیم. در خانه قسم راحت بوده نمیتونستم. تا وقتی که زهرا را از دست او قاتل نجات ندیم آرام بوده نمیتونم. ضرر برش نمیرسانه. حتی اگر قاتلم باشه.
بازم و دخترش است. او گفته بود که یگانه آرزویشی است که همراه دختر خود باشه. ای کو دخترش از به این معنا نیست که برش ضرر نمیرسانه. بعضا نزدیکترین دوست آدم به انسان ضرر میرسانه. نزدیکترین دوست. هر قدر که دوست داشته باشه بازم او یک قاتل است آزاد. مثلا مادر و پدرم کاملا مطمئن هستم که مرا زیاد دوست دارن، اما مانع خواسته های من شدن، از من پشتیبانی نکردن. وقتی که آمدن برم خود گفتن که دیگه تا چی اندازه برم ضرر میرسانن. فکر نمیکردن که قسم میشه. شاید به خوبی تو فکر میکردن. نه که تو هم به خوبی من فکر کردی. به خاطر خوبی از من منصرف شدی؟ مالکه من نمیخواستم که تو را خفه بسازم. کاش که تنها خفه میساختی. به هر چیزی که باور داشتم و دل بسته بودم از بین بردی. من تو را یک آدم بسیار جسور و شجاع فکر میکردم. یا که برم دروغ گفتی آزاد، یا به خاطر خود ترسیده ازم دور شدی. میفهمی؟ من از همه زیادتر به احساسات خود باور داشتم. از برکت تو ایران فهمیدم که اشتباه میکنم. حالا دیگه نه به شخص مقابل ما نه به خود باور دارم. خواب راحت داشته باشین، با دل جمع بخوابین. زنده باشین خانم. من میخوایم یک گپ بپرسم. بپرس. پدرم چرا مرا به خانواده راشد داده بود؟ نمیفهمم زهرا. شاید به خاطر که میخواسته تو رو از من دور نگاه کنه. خب پدرم راشد و خانوادهش از کجا میشناختن؟ زهرا فعلا درباره چیزا فکر نکن. فردا صبح باید وقت بیدار شویم. باید زود بخوابی تا که خستگیت رفت شود. حالا دخترم بخواب.
یک پاکت دگاه ماش بده. تو تنها هستی قدر سوادار چی میکنی؟ تنها نیستم، مهماندار هستم. دیشب یک زن امرای دختر خود خانه ایم آمد. خواهر و هر کسی قسم دروازه را باز نکو. از این روز به این طرف پلیس ها دنبال یک زن هستن که از زندان فرار کرده. خداوند نگاهی ما کنه. بله، او زن شوهر خود به قتل رسانده. عروس کوچک کرمانیارم اختطاف کرده. خدا میفهمه که دیگه چی کارا کرده. زمرد لباسای جمال گرفتی یا نه؟ ها بله، کلی چیز آماده است. میتونیم با دل جمع بریم. این شیرینی را به خانه آورده بودم، اما این را به جمال بیادر ببرین، درست است؟ خوب است عروس. تشکر هدیه، جمال خوش میشه. نوجین مادر، مبلایل موتر خراب شده. خب باید به ترمیمگاه ببرمش که تبدیلش کنه. هیچ طاله نداریم به خدا. حالا باید چی کنیم؟ هدیه به قدیم بگو که ما را برسانه. ای قسم بیادر خودم خواد دید، درست است؟ آی مادر جان، قدیم صبح وقت با مردینا رفت، گفت که کارخانه ها را میبینه. پس دوران چطور؟ دورانم خو میفهمین مثل آزاد پشت زهرا رفته. رستم؟ بله مادر. ای کار چند دقیقه در بر میگیره؟ یکی ها نیم ساعت طول خواهد کشید. حالت که زود شو برو، جمال در اونجا منتظر ماست. حالا که یک ساعت دیگه اینجا هستین، میشه که یک قهوه با هم بنوشیم. چای تازه بیارم بیادر. بیار چای تازه بیار. دخترم امرا اینا بازی نکو، از پیشت مشکنن. تو بته پدر خواهر ما چی وقت پیدا خواد کردن؟ چی بفهمم در جستجویش هستن، آخر پیدایش میکنن دیگه دختر. لطفاً پدر مام بریم. توبه در جایت بیشی، پلیس ها او را میپالن، حتما پیدایش خواد کردن. از دست تو دختر. پدر توبه خدای، دیدی که چی کردی؟ گلاس ها رو شکستاندی، کم متوجه باش. چرا سر تو فلچق میزنی؟ خوب فاطمه خانم، ایلیف گلاس ها رو شکستان، از او خاطر قهر شدم. فقط چند گلاس بود؟ دی چی گپ است؟ کسی رو از بین نبرده. متوجه میکنم. در اونجا مسته. بس شو. باشد بشوریم. خسته نباشی فاطمه خاله. زنده باشی بچم. بچم صبحانه خوردی یا که برات آماده کنم؟ بسیار خوب میشه که بیارم. به از وقتی که شما رفتین غذای خانه هیچ مزه نمیته. بچم تو در دکان خود باش، من برات میارم. تشکر فاطمه خاله. با مخوی قدر خوبی مادرم هم نمیکنه. خسته نباشه. خیریت باشه یوسف. درست قدر وقت شروع میشه؟ نه خیر، میرم که صنف پاک کنم. یعنی تو صفاکار هستی ها؟ بیا از غیر از این دیگه چی کار کردم میتونی؟ فکر میکنم اگه درست هم خلاص شوا بازم دمی قسم جایا کار خواد کردی. ما قرای پول پیدا کردن نبرد گفتیم. ادا باریش فکر کردی؟ من هیچ به پول تو نیاز ندارم. پدرت چطور؟ با پدرت هم نیاز نداری. اگه پدرت از زندان بیرون کنم بازو وقتام پیشنهاد من قبول نخواد کردی جوان؟ این امکان نداره. پدرم آزاد نمیشه. 2 ساعت بعد به نشانی دیشب بیا. باز خواد فهمیده که امکان داره یا نه؟ مشنام زن. رستم به ترمیمگاه رفتم، تا 1 ساعت دیگه میایم. کار خدا کردی؟ نه خیر. پس منتظر چی هستی قدیم؟ دیشب درباره کل چیز گپ زدیم.
تو مجبور هستی این کارا کنی. میفهمم. صبح بخیر. صبح بخیر. آشپزخانه چیز نبود یا گل چیز آوردم. چرا خدا با زحمت ساختین؟ زحمت چی جانم؟ شاید شوهرت پشت دق شده باشه. یک بار برش زنگ زده اولش میگرفتی. من شوهر ندارم. او فوت کرده. من دخترم میبینم پس میایم. دخترم تو بیدار شدی؟ دیشب راحت خوابیدی؟ خوب بود دیگه. بیبی صاحب خانه از بازار سودا هم آورد. صبحانه را آماده کردم. همین که صبحانه تا بخوری باز کاملا راحت خواهد شدی ها؟ باش ببینم که شیر دارن یا نه. زود شوین، در اینجا فقط یک خانه است. هزار کس که بپرسین حتما براتون نشان میتن آقا. تو پیرکی چی میکردی؟ هیچ چیزی نه. با پلیس زنگ زده بودی نه؟ نشانی ما رو برش گفتی ها؟ همون تو نیست؟ تو را میکشم احمق، میکشمت. هیچ کسی دخترم از این گرفته نمیتونه، فهمیدی؟ هیچ کسی دخترم از این گرفته نمیتونه. از زندان فرار کردی و دختر بیچاره را مختطاف کردی. دخترم است، دخترم است. تو را کشته نمیتونی، میفهمی چی میکنی؟ زهرایی میخواست ما را جدا کنه. برات گفتم کبرایی هیچ کاری کده نمیتونی. لطفاً پس شو زهرا. مادر من این کارا کده نمیتونه. تو این کارا کده نمیتونی. به نظر تو اگه به اتوگرا بریم اونا رو پیدا خواهد کردیم؟ هر قسمه که باشه حتما یک نفر خو اونا را دیده. تشویش نکن، هر کاری که از دست ما بیای انجام میده. دیشب تو را بسیار ناراحت ساختم. میبخشیده یه اواخر بسیار زیاد جگر خون هستم. نه خیر جانم. بیبی ملکه، تو برام بسیار خاص هستی، بسیار با ارزش. ایره هیچ وقت فراموش نکن. بله قماندان صاحب، درست است ما اونجا میاییم. درست است فهمیدم. چی گپ شد آزاد؟ یک زن دهاتی زهرا و آسیه را دیده. بس که همه زودتر برو، زودتر. درست است تشویش نکن ملکه، میرسیم. رستم چرا اینقدر دیر کرد؟ مادر شاید حالا بیایه. تا یک ساعت دیگه بخیر پیش جمال بیا در خواد بودیم. مادر فراموش نکنین با پدرم بگوین که علی همراه یا چوب استاد میشه که تشویش نکنن. چند روز بعد از چوبم دور خود کدی بچه. انشالله مادر.
نوش جانت خان صاحب. زنده باشی. همراهتون گپ زدن نتونستم. من شموس هستم. در دکانتان زیردست قدیم خان کار میکردم. راست میگی. بیات ندارم. وقت شما نبودین. بعد شام زندانی شدم. خب با محیط اینجا عادت کردین یا نه؟ خوب است. مگذره. خیریت باشه خان صاحب. جگر خون معلوم میشی. منتظر مادرم و خانمم هستم. بعد دیدنم میاین. چرا تو میکنی؟ دهنش باز باد. میخوایی مردم خبر کنه که ما اینجا هستیم؟ زود شو بیا که بریم. اگه کسی پیداش نکنه چی؟ دیدی که چند دقیقه پیش به پلیس زنگ زده بود. فهمیدی؟ حالا دیگه راه برو. اگه پلیسی خانه رو پیدا نکنه باز وقت چی خواهد شد؟ ما نمیتونیم میره قسم ده اینجا هلاکه بریم. گفتم بیا که از اینجا بریم. پس قسم که از من هیچ جایی نمیرم. زهرا عزیزم، نمیخواستم تو را بزنم. چرا این کار میکنی؟ به خاطر تو. حالا که پیدایت کردم نمیخوایم تو را از دست بدم. حالا دیگه جان مادر. ما کجا میریم؟ به جایی میریم که دیگه هیچ کسی ما رو جدا ساخته نتونه. بریم بیا عزیزم. میبخشین خانه خدیجه خانم کجاست؟ ده اونجاست. عجله کو دیگه دختریم. زهرا اگه پدرت از زندان بیرون کنم باز او وقت هم پیشنهادم قبول نخواد کردی جمال. 2 ساعت بعد به نشانی دیشب بیا. باز خواد فهمیدی که امکان داره یا نه؟ صبح بخیر یوسف. صبح بخیر استاد. امروز وقت آمدی. خوب کردی که وقت آمدی بچم. یوسف بچم چیز شده؟ اگه چیز شده میتونی برم بگویی. مادر و خواهرت کدام مشکل دارن؟ بله مشکل دارن. مادرم بسیار تنهاست. یک کار درست هم نداره. اگه پدرم زندانی نمی بود باز شاید قسم نمی بودیم. این قسم نگو بچه. تو خو هستی. دزن خواهرت و مادرت هم همراهیت هستن. مادرت هم کار پیدا میکنه. یک بار کارهای ما کم شوه باز برات حتما یک کار میکنیم بچه. استاد اگه اجازه تان باشه میشه امروز وقتر برم؟ بیبی یوسف جان در این وقتا زیاد رخصتی کردی. اما اگه وعده بیتی که بعد از این زحمت میکشی باز امروز برات اجازه میتون. تشکر استاد. خوب است.
حالا برو بچه. زنده باشین استاد. بسیار تشکر. دختر زهرا نام داشت، زندگی من نجات داد. او زن میخواست منو بکشه. خب اونا کجا رفتن؟ چند دقیقه پیش من آمدن. لطفا او را پیدا کنین. او دختر نجات بدین. او زن دیوانه است. درست است. شما خوب است؟ خوب است. من بریم دیگه. درست است. برم. زود شوید. استاد کو. بسیار دیر کردی رستم. مادر تا که ترمیم کار آمد کم دیر شد دیگه. درست است. خب حالا دیگه عجله کنین. سلام مرام بگوین. دفعه بعد مامم رایتان میرم. درست است. عزیزم من تشناب میرم. تو هم همراهی میایی؟ درست است. پس داخل برو. همونجا منتظرم باش. درست است؟ درست است. بیننده های عزیز، آل میریم به خبر بعدی خود. ایسی سپاهی کسی که در روز پیش از زندان فرار کرده بود هنوز هم پیدا نشده. شنیده شده که در منطقه سپاهی در اروپا دیده شده است. زهرا کجا میرفتی دخترم؟ من تشناب میرفتم. تشناب خب اون طرف است. بیا که با هم بریم. ما یگان چیز بخوردن میگیرم. بیا دیگه. برو. دست چپ برو. همین که رسیدم برای زنگ میزنم. خدا حافظ. میبوسم. میشه که از موبایلتان استفاده کنم؟ بسیار عاجل و مهم است لطفا. درست است دخترم بگی. بسیار تشکر. خواهش میکنم. خوب است قماندان صاحب. اگر چیزی به دست آوردین با ما خبر بده. خداحافظ. تشکر. کدام خبر به دست نآوردن؟ نه خیر، گفت تا فعلا چیزی به دست نآوردن. بله. سلام استاد من. زهرا عزیزم کجا هستی؟ آسیا همراهت است؟ درست است. آرام باش. هر جایی که باشی ما میایم. تو کوشش کن که آسیا را بازی بدی. درست است؟ هیچ نترس. کل چیز خوب میشه. زهرا بود آزاد. باید همیالا حرکت کنیم. بله.
زهرا بیا بیشی دختره، از سوپی که تو خوش داری فرمایش دادم. من میخوایم یکان چیز دگام بخورم. درست است برام بگو، هرچی میخوایی فرمایش میتم. شیرنیام میخوایم. بله قماندان صاحب، گفت که در آب پایین شدن و وقت نان خوردنشان است، ما همون طرف میریم. موفق میشیم آزاد، این بار موفق میشیم انشالله ملکه. مادر شما را چی شده؟ از صبح که یک کلمه هم گپ نزدین. چیزی نیست دخترم، خوب است. خوش آمدی بیادر جان. دیشب نامدی مادرم بسیار سرت عصبانی شده بود. بیادر تو خوب استی؟ سونا حالا آماده شو، پیش مادر کلانم به قریه میریم. شما تشویش نکنین،
بیا در نفر آمد. پدر؟ باچه حالا کمی تیزتر بخور. این شیرینی بسیار مزه‌دار بود. من یک دانه دیگه میخوایم. آی هنوز اینا خلاص نکردی. قابل توجه مسافرینی که میخواین با تپه بروند وقت حرکت شده. بخسته که جانیم وقت رفتن است، باید بریم. من یک بار تشناب میرم، زود پس میایم. درست است. من پیش دروازه منتظرت میباشم. بریم. با دیدن جمال کرمانی آمدیم. خان صاحب غذایتان خوردین؟ نگهبان، من باید به تشناب برم.